شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. روبل پول ملی روسیه در چند روز اخیر به شدت ارزش خود را از دست می‌دهد. روز 10 مارت نرخ آن یک باره 5% پایین رفت و کارشناسان این روز را برای روبل سه‌شنبه سیاه عنوان کردند. روسیه کشوری است که بخش اعظم مهاجران تاجیک را با کار تامین می‌کند و درآمد مهاجران با روبل است. اکنون افت قرب روبل برای اقتصاد تاجیکستان و نیک و احوالی خانواده‌ها در کشور چه تاثیر می‌گذارد؟ همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست می شود که تو بگویی که چرا قرب روبل پایین رفت، یعنی انگیزه اش چی بود؟ سلام شهلا. سبب بی‌قرب شوی روبل و پایین رفتن نرخ نفت ربط دارد. بخش اعظمی درآمدهای روسیه از فروش نفت است و در پی ناکام شدن مذاکره‌های میان رهبری اوپک عربستان سعودی با روسیه قرب روبل روسی به شدت پایین آمد. قرب روبل روز 9 مارت تا به 74 روبل رسید و بعداً کمی برقرار شده 10 مارت در سطح $1 برابر 71 روبل قرار گرفت. اقتصادشناسان قیمت $1 را پایین ترین نشان داد بعد از سال 2016 میدانند. خب عبدالله، قرب روبل طور گفتیم پایین آمد، برای اقتصاد تاجیکستان این چه تاثیر میتواند داشته باشد؟ پایین رفتن قرب روبل به اقتصاد تاجیکستان تاثیر مستقیم دارد شهلا. اقتصاد کشور پایبند مبلغ‌های مهاجران کاری از روسیه است. تنها در سال گذشته 2019 مهاجران از این کشور به تاجیکستان $2 میلیارد و 700 میلیون پول فرستادند. اکثریت این مبلغ‌ها یا 80% ارز خارجی که به تاجیکستان وارد می‌شود با روبل است. از اینجاست که کارشناسان میگویند تاثیر منفی پایین آمدن قرب روبل را هم اقتصاد کشور در کل و هم هر یک خانواده‌ای که در خارج مهاجر کاری دارد احساس می‌کند. تأثیری پشوی قرب پول روسیه به آن آورده رسان شده است که در روسیه و در مملکت‌هایی که با روسیه کار می‌کنند قرب دلار بالا میرد و از این سبب با قرب سومونی ممکن کمتر پخش شود. یک جهت این پخشوی قرب روبل روسیه به آن آورده میرساند که ارزش همون مبلغ‌های انتقال شده به تاجیکستان وارد شونده ممکن کم شود. خب نظر بهرام شریفов رو شنیدیم. عبدالله، حالا در تاجیکستان قرب روبل چند است و آیا پیش بینی کردن ممکن است که قرب از آن هم پایین برود؟ پس از پایین آمدن قرب روبل در روسیه، بانک ملی ارزش 1000 روبل را برای روز 10 مارت 141 سومانی معین کرده بود، اما امروز قرب رسمی 1000 روبل 134 سومانی تعیین شده است. ولی قرب اسعار در بانک های تجارتی از این هم ارزان تر است. بانک ها در تاجیکستان حالا بر عوضی 1000 روبل 134 سومانی میدهند. کارشناسانی که با ما هم صحبت شدند میگویند روسیه ذخیره های بزرگ اسعاری را در اختیار دارد و به احتمال زیاد از این بیش نمیگذارد که روبل قرب خود را از دست بدهد. تشکر عبدالله عزیز. امیدوارم این مسئله برای بینندگان ما فهم شد.